درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 15. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. زین الدین محمود واصفی. واصفی بلوغزی چیستانی آفتاب تشبیه کرده در مدح سلطان محمد ابن سیوینج خواجه خان ابن ابوالخیر خان که واری تاشکند بود قصیده گفته. بعض ابیات آن چیستان این است: چیستان آفتاب. کیست آن سلطان گردون رفعتی عالم پناه؟ ملک عالم را مسخر کرده به خیل و سپاه. گرچه باشد بی نهایت قسمت اقلیم او، پیش سیری رخش خنگی او بود یک روز راه. نیست غیر از رو نمایان زان شهی یوسف جمال، زان که در دریا فتاده باشد و اندر شناه. می کند از مهربانی دیگران را تربیت، تا به ملک خویش سازد دیگران را پادشاه. دشمنش باشد سپاهی شام و در جولانگهش، شب همه شب ریزه های شیشه می ریزد براخ. لیک خود گیرد به کف جاروب زرین را، کند رفت و روب جلوگاهی خیش را هر صبحگاه. گرچه با مردم بود گرم اختلاط و مهربان، تیز نتواند کسی کردن بروی او نگاه. روز با 100 جاه بر تخت سلیمانیش جای، شام باشد منزلش چون یوسف اندر قعر چاه. گر گشاید چهره سازد عالمی را غرق نور، ور بگیرد عالمی را یک زمان سازد سیاه. واصفی در عهد عبیدالله خان ابن محمود سلطان ابن بداغ سلطان ابن ابوالخیر خان چند در بخارا بوده و در مدرسه میرزا اولوغبیک
استقامت کرده. در آن وقت به خواهش عبیدالله خان قصیده های کاتبی را که در ردیف های لاله، گل، بنفشه و امثالش بوده جواب گفته. از آن جمله 5 قصیده است که 5 روز در چشمه ایوب بخارا در حجره خلوت ایستاده انشاد کرده است. ما از آن قصاید نمونواری ثبت می نماییم. قصیده است ردیفش تمام، لاله همراه. در این چمن چو ندید از وفا اثر لاله، پیاله ننهد بر زمین دیگر لاله. مدام جامی می لالگون به کف دارد، به سرخوشی طرب می برد به سر لاله. برقص آمده از جنبشی صبا آید، بسانی دوره جواله در نظر لاله. مگر کی یافت ز خالی لبت خبر لاله، که دارد از تو چو من داغ بر جگر لاله. چه داغ هاست که دارد درونی سینه خود، ز رشک عارضت ای سروی سیم بر لاله. دویم بود قصیده دیگر ردیف او نرگس. در چمن دارد اگر دیده بینا نرگس، بر عصا تکیه چرا کرده چو اعمی نرگس. ای بسد چشم رخت کرده تماشا نرگس، سرمه از خاکی درت کرده تمنا نرگس. چشم تا بر قدی بالای تو انداخته است، فیضها می برد از عالمی بالا نرگس. بر زمین دوخته چشم و سرش افکنده به پیش، گشته شرمنده از آن نرگس شهلا نرگس. سیوم ردیف بنفشه. تا تیز کند آتش گلزار بنفشه، گو گیرد صفت گشته پدیدار بنفشه. در وصف خطت این غزلی تر چو صبا خواند، پیچید به خود بر صفتی مار بنفشه. ای گل ز خطی سبزی تو شد خار بنفشه، روزی خود از آن دیده شبی تار بنفشه. خود را بسری زلفی تو تا دید مشابه، دارد زیر یاهین جنان آر بنفشه.
4 از ردیف این قصیده غنچه یک سر گل کند. یافت تختی چمن از بخت همایون غنچه، تاجور نیز شد از تالی میمون غنچه. باغ را چشم رسیده است مگر از نرگس، که برآورده لب و می دمد افسون غنچه. صبح دم بلبلی نالان به چمن، حسب الحال غزلی خواند که شد واله و مفتون غنچه. بس که از شوق دهانی تو خورد خون غنچه، خونی سبزی است پر از باده گلگون غنچه. از تو 100 پاره جگر غنچه دهانان چون گل، گل رخان از تو فرو رفته به خون چون غنچه. دلم از ناوک اغیار جدا نیست بلی، هست با خار در این باغچه مقرون غنچه. پنجم ردیف گل. تا زدی ای سروی رعنا بر سری دستار گل، از تفاخر سود سر بر گنبدی دوار گل. برگ گل نبود که خون آلوده ناخنها بسی، دارد از رشک رخت در سینه افگار گل. نیست بر رخساری گل شبنم که از شرمندگی در عرق شد پیش تو ای سروی خوش رفتار گل. در درون غنچه از تنگی عذارش برفروخت، تا برآمد سرخ از خجلت به پیش یار گل. وصف رویت می کند بلبل، از آن رو گشته است پای تا سر گوش دارد گوش بر گفتار گل. ای آرزی گل در آسمانی، ای آرزی گل در آسمانی، حسن نکویی یارکم ماه تنبل، حسن نکویی یارکم ماه تنبل. روزن سیاه شد چون شب ز هجران، روزن سیاه شد چون شب ز هجران. روز سفر کن یارکم باز آیی از در، روز سفر کن یارکم باز آیی از در. چشمی سیاهت طرزی نگاهت، یغماگری دل غارتگری جان.
با تو به مجلس به دخل دشمن هم تو بنوشی هم بگیرم هم تو بنوشی هم بگیرم من بوسه از لب یارکم تو میزی ساغر من بوسه از لب یارکم تو میزی ساغر من بوسه از لب یارکم تو میزی ساغر айни санъаткор ватандӯсти бузург буда ватани моро бо тамоми дилу ҷон дӯст медошт. устод айнӣ ифтихори миллии мо, виҷдони миллати мост. мирзо турсунзода. واصفی را در شهر سمرقند در خانه خواجه یوسف ملامتی که وزیر کوچکنچی سلطان ابن ابوالخیر خان بود مجالسه و مناظره اتفاق افتاد. چون در نتیجه واصفی از خواجه یوسف رنجیده این شعر را که بظاهر مدح و با باطن هجو است در حق خواجه انشاد کرده. ظاهرش مدح و باطنش ذم است. هست در سلسله خاقانی مهرداری که ندارد ثانی. چون کلامش به ظرافت آمیخت از دهانش گوهری بی حد ریخت. فخر آفاق بود زو شده فاش مردمی و کرم و حسن معاش. با منی دل شده زاری دژم خوب شد عاقبت از روی کرم. چون نسخه غلط بود به نقل همین قدر اکتفا رفت. تاریخ وفات واصفی معلوم نیست، اما در کتاب بدایع الوقایع خود مشهودات خود را تا سال 940 نوشته است. بدایع الوقایع کتاب است بزرگ که دارای 800 صحیفه است. در این کتاب واقعه های تاریخی عهد شیبانی خان و سایر اولاد ابوالخیر خان ازبک، مناظره های علمی و ادبی که در آن زمان در ماوراء النهر و ترکستان واقع شده است، احوال خراسان و عاقبت کار اولاد سلطان حسین میرزا، محافل و مجالس امیر علی شیر نوایی و سایر احوال فضلای آن عهد مذکور است. اکثر این احوال را مصنف خود به چشم دیده نوشته است که خیلی قیمت‌های تاریخی و ادبی را داراست. اهمیت این کتاب نسبت به کتاب‌های کهنه دیگر در این جاست که مصنف احوال را فاشافاش و معیشت را با کمال کشادگی و بی‌ریایی تصویر کرده است. عادات را چنان بی پرده نوشته است که در بسیار جاها تعبیرات
از نزاکت ادبی دور رفته است. چون مؤلف اوایل عهد شاه اسماعیل صفوی و اواخر دور ازبکی را در خراسان به چشم خود دیده است، از نام دین و مذهب به وقوع آمدن فاجعه های بسیار بد را نوشته است. از آنجا که ما با یک انقلاب اجتماعی حاضر شده به یک مدنیت نو قدم گذاشتنی هستیم، طبع و نشر این کتاب برای اهالی ماوراء النهر و ترکستان زیاده ضرور است. حسامی خوارزمی، بعد از آن قراکولی، وفاتش 911 در قراکول. از تاریخ سید راقیم درباره وطن خود گفته: اصلا زی شهر خیوق، حالا در این دیار یعنی قراکول دروازه اناست مقامی معینم. از تذکیره آتشکده. هر کس گذرد بر سر آن کوی کشندش. زنهار حسامی برسو مگذر از آنجا. همچنین در غم او چهره زردی دارم، گر بنالم عجب نیست که دردی دارم. از هرچی در او میل دل غافل ماست، جز حیرت و حسرت چی دیگر حاصل ماست. سبحان الله، همه خوشی های جهان گویا که برای ناخوشی دل ماست. در تذکیره آتشکده نقل است که محمد خان شیبانی وقتی که اراده تسخیر خراسان کرده، با جمع به دیدن حسامی رفته وی ملتفت نگردیده و مشغول دوختن چاکهای لباس خود بوده. این بیت را بدیهتاً گفته: حسامی را ز شاخان مجازی نیست پروایی، چرا کز بخیه های ژنده او هم لشکری دارد.
шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 15-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.